20 اکتبر در حدود انشاءات ساختمانی واقع در نزد متروی راسکازوفکا در نویه سونتسوی شهر مسکو سوختار به عمل آمد. در این ساختمان بیش از 100 نفر شهروند تاجیکستان طبق شرطنامه با 4 شرکت ساختمانی به کار جلب شده فعالیت می نمایند. 80 نفر آنها در خوابگاه امان ساختمان اقامت می کردند. سفارت تاجیکستان در مسکو در پی بازدید نمایندگانش از محل سوختار خبر داد که سوختار در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری رخ داده. بر اثر آن تقریباً 60 نفر شهروند تاجیکستان مال و اشیا و زیاده از 17 نفر حاجت‌هایش را از دست دادند. سفارت گفت در صحبت کارمندانشان با رهبر انشاءات ساختمانی مذکور سیمانوف موافقت شده است که شرکت شهروندان تاجیک را با خوابگاه، مواد لباسه و دیگر لوازمات ضروری تامین میکند. همچنین سفارت تاجیکستان حاجت‌های شهروندان را برقرار خواهد کرد. بنا به خبرها شب گذشته را مهاجران تاجیک در یک بنای ناتمام در سردی روز کردند.